منم سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه این هفته کامنت هم مورد توجهتون قرار بگیره. خب بابک از کجا شروع کنیم؟ از جدیدترین رکوردی که عظما زده. شهر موشکی رو میگی؟ اون که قدیمیه. نکنه پرده برداری از هوش مصنوعی؟ نه در این هفته سیستم نظام ولایت فقیه موفق شد که رکورد سریعترین استیزاه رو بزنه و همتی فینیش. ای بابا. بابا این مگه خود خامنه‌ای نگفته بود که مجلس باید هوای دولت رو داشته باشه؟ مگه خودش این کابینه رو نچیده بود؟ اصلا بسیجی‌ها هر چقدر روانشون پریش باشه بابا خب این حرفای چند ماه پیش خامنه‌ای یادشونه که تعامل ارکان کشور بدون این نمیشه کار کرد. مجلس باید به دولت کمک کنه. دولت باید روی حساسیت‌های مجلس حساب کنه. قوه قضاییه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز هست باید حضور داشته باشه، حضور فعال داشته باشه. بیا ببین به حرفای چند روز پیشه عظما نمیشه استناد کرد. تو حالا میگی چند ماه پیش. اون موقعی که عظما اون حرفا رو زده بود زمین شل بود یا انقدر صفر نشده بود. الان نگاه کن خود پزشکیان چی میگه؟ دعوا میده زمینه سفته، نمیتونیم شخم بزنیم، با هم دیگه کله میزنیم. تو چرا نمیکشی؟ اون یکی میگه تو چرا نمیکشی؟ بله خلاصه که وزیر اقتصاد پزشکیان رو قیچی کردن و دیگه خلاص. حالا حرفشون چی بود اینا با این وزیر؟ نه دیگه حرفشون چیزی نبود، چون الان دیگه زمان حرف زدن نیست. الان فقط به هم شاخ میزنن. زمین سفته، زمین سفت شده، فقط به هم شاخ میزنن. نگاه کن. چون این حکمرانی غلط اقتصادی دون شأن ملت نظیر ایران. ما مطلقاً انتظار نداشتیم وزیر محترم اقتصاد در این 7 ماه تورم رو از بین ببره و ارزش پول ملی رو برگردونه. اما انتظار داشتیم به جای آنکه بنشیند و دست بگذاره دائما در مورد FATF صحبت کند و منتظر مذاکره با امریکا باشد، برنامه کارشناسی و عالمانه برای مقابله با تورم و خنثی‌سازی تحریم‌های ارائه دهد. اینو که تو نشون دادی من یاد یکی از طرح‌های عالمانه و کارشناسانه خودش افتادم که زمان خودش ترکوند. قرار بود طرح باشه ولی جوک شد، مثل همه طرحش. امروز تنها پولی که در مقابل دلار امریکا ایستاده ریال ایران و مسئله اینه که کدوم یکی از این زمین میخوره، آیا دلار میخوره زمین یا ریال. این استدلال داره دارم توضیح میدم. من میدونم دارید ممکنه کم به حرف من بخندین اما دقیق است. حالا بابک، پزشکیان که خیر سرش رفته بود از وزیرش دفاع کنه خیلی بیحال بود تو این جلسه. یعنی اصلا انگار حسش نبود، چون که بهش 1 ساعت وقت دفاع دادن فقط نیم ساعتش دفاع کرد. نیم ساعت هم صحبت نکرد. دفاع هم نکرد. بیشتر روزه خوند و ننه من غریبم بازی در آورد. نگاه کن صحنه‌شو. واقعیت قضیه اینه وقتی ما دولت رو به دست گرفتیم، همه شما میدونید ناترازی در آب، در برق، در گاز، در سوخت، از این طرف بدهی‌های بالایی که در گندم، بهداشت و درمان، اینه که میگین دارو نیست یا بیمه مشکل داره، فقط 90,000 میلیارد تومان وزارت بهداشت درمان بدهی داشت. 90,000 میلیارد تومان. بله، به این میگن دفاع ناتراز توسط یک رئیس جمهور ناتراز. بابا این مگه قرار نبود که همون راه رئیسی رو ادامه بده، در راستای سیاست‌های کلی عظما همه مسائل رو حل کنه؟ و چی داره میگه الان؟ ببین پزشکیان با این حرفاش، یه بار که رئیسی با هلیکوپتر کوکو شده بود، یه بار هم پزشکیان با این حرفاش کوکو کرد. این همون رئیسیه که یادت میگفتن دستاوردش نمیتونیم بشمریم.
یادتی که میخوام براش موزه درست کنن، بعد چندین جلد کتاب بنویسن از کارهایی که کرده. این زد اصلا نابودش کرد. اگه زنده بود همین الان من خودکشی میکرد. حالا این بلایی بود که سر رئیسی آورد پزشکیان، اما تو همین جلسه یه جمله دیگه هم گفت پزشکیان که مثل پتک فرود اومد بر ملاج عظما. اینو منظورمه. اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت. ولی باید بشینیم راههایی که باید بریم رو پیدا کنیم و آنگونه که لازمه مشکل حل کنیم. تموم شد رفت؟ واقعا تموم شد رفت؟ بابا چی تموم شد رفت؟ اینم حلوا کردن. اون ظریف هم بهش ضمیمه کردن که مثلا تو مذاکره پشتیبان داشته باشه و جلودار بره راه مذاکره باز کنه. حالا عظما گفت نمیشه، اینم تموم شد رفت. تازه اولشه. زمین از این سفت‌تر میشه، شاخهای بعدی هم تو راهه. خب حرفای اونا رو که یعنی شاخ زدنای اونا رو که دیدیم، دفاع بیحال پزشکیان هم دیدیم. خود همتی چی گفت؟ رئیسش که ازش دفاع نکرد، خودش از خودش دفاع کرد. همتی اومد یه معمای پیچیده گذاشت رو میز که اگه کارگاه هرکول پوارو، کارگاه درک و خانم مارپل، اینا رو تو میشناسی دیگه، جمشن نمیتونن حل کنن، مجبورن کارگاه رو بازی رو بذارن کنار، برن یه مغازه زیر پله باز کنن که اموراتشون بچرخه. من خودم هم این معما رو دادم به چت جی پی تی، هنگ کرد 3 ماه الان با من قهره. گفت این تازه تو ورژن آینده‌مون هم نیست. چیه این معما حالا؟ از زبون خود همتی بشنو که من کم و کسی نذارم تو این معمای پیچیده. قاچاق که دست گمرک نیست. بالای 30 میلیارد دلار ما قاچاق داریم در این کشور. به خدا خیلی بده. ما هر روز داریم راجع به این صحبت میکنیم، میگن وزیر اقتصاد راجع به قاچاق چیکار باید بکنه؟ وقتی روزی 20 میلیون گازوئیل داره میره خارج، وزیر اقتصاد چیکار میکنه؟ میدونید این 20 میلیون گازوئیل چقدر میشه پولش؟ روزی 20 میلیون لیتر گازوئیل، 20 میلیون لیتر تو این مملکت قاچاق میشه. بعد این که وزیر اقتصاده نمیدونه کی قاچاق چیه، نمیدونه پولش چقدر میشه. این که سهل، رئیسش پزشکیان هم نمیدونه کی میبره، هی میپرسه کی قاچاق میکنه، کی میبره، کی میخوره. گازوئیل ما رو قاچاق میکنن. کی قاچاق میکنه؟ کی این رو حمل میکنه؟ کی میبره لب مرز؟ اینو که با بشکه و با دست نمیشه برد. یکی از یه جایی میداره، بعد میداره میبره خارج، بعد حمل میکنه. کی حمل میکنه اینو؟ به قول ما ترکا میگیم ایرو تراخ دوز دانشا. به قول میگه کج بشین و راست حرف بزنی. کی حالا روزنامه حکومتی عصر ایران همین موضوع رو دست گرفته، نوشته که آقا ما که به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار میگیم کی بود، تو هم که رئیس جمهوری میگه کی بود. دیگه بازی کی بوده دیگه. اینا دیگه فیلماشون و لوس بازیاشونه، همه میدونن کی میبره کی میخوره. سال 86 یعنی 17 سال قبل محمودی، همون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق این رژیم، گفت آقا تو این مملکت برادران قاچاقچی اقتصاد دستشونه. برادران قاچاقچی هم یعنی همین سپاه پاسداران، یعنی معلومه کی میبره کی میخوره. پاسدار باشی. و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم 1 قرون 2000 که نی، همه قاچاقچی های درجه 1 دنیا رو به تمام میندازه، چه برسه به برادران قاچاقچی خودمون. بله، و اینطوری بود که رکورد سریعترین استیضاح تو نظام شکسته شد. بعدش هم که ظریف استعفا شد و حالا سوالی که پیش میاد اینه که به نظرت چی میشه بابک؟ بله، چی میشه رو بذار خود کرباس یعنی وفاق چی میشه؟ الان میگم، وفاقم میگم، چی میشه رو میگم. چی میشه رو بذار خود کرباس چی بگه. از آدمای سینه چاک پزشکیان که میگو به این رأی بدید امید بیاد، آخرین چیز میگفتن، آخرین امید ماست. امیدشون بود. این توییت کرده، نوشته منتظر استیضاح میدری
یعنی وزیر کار پزشکیان و ظفرقندی یعنی وزیر بهداشت پزشکیان باشید تا پروژه وفاق کامل بشه. من میخوام بحثامون رو خلاصه کنم. شاید این سوال برای بینندگان عزیز پیش اومده باشه که پروژه وفاق چی شد بعد از این استیضاح. من این رو با یک ویدیو خلاصه کردم که تمام جواب این سوال در این ویدیو نهفته است. بله. un po' di pepe nero. البته این کرباسچی یه جمله دیگه هم گفت آقا این استیضاح سیاسی بود در اساس. سیاسی بود؟ بابا الله اکبر، دست برد از این لوسبازی ها. این سیاسی خیلی پت و پهنه. اصل حرف رو یکی از این کارشناسا در یکی از تلویزیون‌های اینترنتی حکومتی زد. اصل حرف این سیاسی میاسی چی بود؟ اینو نگاه کن. ما این تو این جامعه که ما همه حرفا رو میزنیم که حرف آخری رو نزنیم. و اون حرف آخری اینه که آقا نهاد ولایت فقیه بزرگترین مشکل این مملکته. تمام شد رفت. خب میریم سراغ کامنت یک جمله‌ای. صحبت کردیم یک جمله‌ای با این عکس. یه جمله این میشه که هرگاه با رسایی داری شونه به شونه حرکت میکنه مواظب جیبات باش. جیبشو میزنه حتما دیگه. البته در جیب زنی رسایی که شکی نیست، ولی این عکس بابک اینجوریه که داره یه نامه‌ای چیزی سفارشی میذاره تو جیب اون کیفکش جلیلی داره ثابتی که آره بره اون بالا و پنبه همتی رو بزنه. خب بینندگان عزیز، این آخرین کامنت ما بود در سال 1403 و پیشاپیش سالی سرشار از موفقیت و پیروزی و